اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. دوستان عزیز، بحث این جلسه ما مربوط به حضرت آدم علیه السلام و حضرت حوا سلام الله علیها می باشد. چنانچه از تعاریفی که در جامعه مطرح است، حضرت آدم علیه السلام و حضرت حوا سلام الله علیها هم میوه ممنوعی می کردند که خداوند ایشان را از آن نهی کرده بود و دستور به این داده بود که از آن میوه به هیچ عنوان نباید میل کنند. لازم ذکر است خدمتتون عرض بکنم در آنجا حضرت حوا و حضرت آدم علیه السلام تنها نبودند که از آن میوه تناول کردند، بلکه تمام آدمیزاد یعنی ماها به شکل ذرات ریز، ذرات نوری خیلی ریز دور بر حضرت آدم و حضرت حوا علیه السلام پراکنده بودیم. خدمتتون عرض بکنم که اولین وسوسه‌ای که ایجاد شد از جانب ما بود، از طریق ما بود. یعنی ما ذره‌های نوری حضرت حوا سلام الله علیها را وسوسه کردیم که از آن میوه میل کنند، که محرک و وسوسه کننده ما هم ابلیس لعنت الله علیه به صورت القا بوده است.